همونجور که در جریان خبرها قرار گرفتید، مراسم بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحت تاثیر تظاهرات مخالفین حکومت و نیروهای اپوزیسیون قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های خبری، نیروهای امنیتی برای متفرق ساختن معترضین به گاز اشک‌آور و باتون متوسل شدند و درگیری‌های پراکنده‌ای هم در نقاط مختلف کشور رخ داده. گفته میشه که لباس شخصی ها به مهدی کروبی، محمد خاتمی و زهرا رهنورد حمله کردند و مانع شرکت میرحسین موسوی در مراسم امروز شدند. گزارش‌های تایید نشده از دستگیری حداقل 30 نفر از معترضین حکایت میکنه. امشب با شهرام رفیزاده، روزنامه‌نگار ساکن تورنتو هستیم تا درباره رویدادهای امروز ایران گفتگو کنیم. آقای رفیزاده، به شما سلام میکنم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. سلام عرض میکنم خدمتون آقای مکری و سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان محترمتون. من هم خوشحالم که در خدمت شما هستم. آقای رفیزاده، مراسم بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تحت تاثیر حضور معترضین و مخالفین به حکومت قرار گرفت. نظر شما در این رابطه چیست؟ چه اهمیتی داره این موضوع؟ بله، اهمیت این موضوع اینه که در واقع حداقل از اوایل دهه 60 به بعد تا امسال همیشه در روز 22 بهمن تنها یک صدا و اون هم صدای حاکمیت از ایران به گوش می رسید و بازتاب بین‌المللی و داخلی پیدا می کرد. اما امسال یک صدای دیگر هم هست، صدای مرگ بر دیکتاتور و صدای درخواست رفراندوم از مردم به گوش میرسه و نشون میده که مردم ایران، حداقل بخشی از مردم ایران، نظری غیر از نظر حاکمیت دارن. آقای رفیزاده، حکومت ظرف روزهای اخیر با بازداشت‌های گسترده، دستگیری بسیاری از فعالان و چهره‌های شناخته شده و ایجاد رعب و وحشت تلاش کرد تا از حضور مخالفین در مراسم امروز جلوگیری کنه. به نظر شما در این امر موفق بود؟ شرایط رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مطمئنا موفق نبود، چون اگر موفق بود هزاران نیروی نظامی و گاردهای ویژه با این شکل و شمایلی که در فیلم ها حتما اغلب مردم دیدن حضور پیدا نمی کردن، مثلا در تهران یا در شهرستان های دیگه. بنابراین جمهوری اسلامی دچار یک مشکل اساسی شده و اون این که حتی برای سالروز تأسیس خودش هم، در واقع سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که مدعیش هستن، مجبور از هزاران نیروی نظامی استفاده بکنه. این یعنی یک شکست در درجه اول. اما حاکمیت در چند روز گذشته سعی کرد از 3 ابزار دروغ پردازی، ایجاد وحشت و اعمال خشونت برای سرکوب معترضان در 2 بخش استفاده بکنه. یه دونه در واقع فشارها رو متمرکز کرد بر رهبران جنبش اعتراضی، آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و دیگر به هر حال فعالین سیاسی سرشناس، و از سمت دیگه به بدنی جنبش سبز هجوم برد. 10 روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، حتی وکیل رو بازداشت کرد در تهران و در شهرستان ها و از طرفی مردم رو مدام شاید حجم تهدیداتی که فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران بر علیه مردم معترض در این چند روز گذشته بیان کردن یه حجم بی سابقه‌ای باشه. یعنی شما هیچ استانی در هیچ رده‌ای نمیتونید ببینید که یک فرمانده سپاه یا فرمانده بسیج یا فرمانده نیروی انتظامی بر علیه مردم حرف نزده باشه و اینها رو تهدید نکرده باشه. آقای رفیزاده، علیرغم تمامی مشکلات و موانع موجود، روش‌های خشونت‌آمیز، شکنجه، ضرب و شتم، تجاوز و بسیاری راه‌های دیگه، ما می‌بینیم که هنوز جنبش سبز فعاله و مردم در مراسمی مثل امروز میان شرکت میکنن و شعار میدن و خواستهای خودشون رو مطرح میکنن. چرا به این صورته؟ چرا این همه ماه این جنبش سبز دوام آورده و شما اهمیت این موضوع رو در چه میدینید؟ بله، امروز در واقع خاتمه 8مین ماه جنبش سبز اعتراضی جنبش سبز هست و این تداوم 8 ماهه این جنبش با تمام خشونت ها، اعدام ها، دستگیری ها، حتی کشتن به اصطلاح بازداشت شدگان در بازداشتگاه ها و شکنجه ها و اعترافگیری ها نشون میده که
جمهوری اسلامی راه اشتباهی رو طی این 8 ماه طی کرده. بهترین راه خب طبیعی این بود که انتخابات مجددی برگزار بشه در همون اول، اما به نظر میرسه که اشتباه دومشون همین اعمال خشونت بی سابقه هست، در حالی که ریشه های اعتراضات وجود داره. یعنی اینها به جای اینکه بیان منشأ اعتراض رو از بین ببرن، با خود معترضان دارن برخورد میکنن و بنابراین این یه برخورد با معلول هست به جای برخورد با علت و در نتیجه شکست خواهد خورد. اگر باز هم ادامه بدن باز هم شکست میخوره. ضمن این که یک نکته بسیار مهم هست و اون اینکه روزهای مثل 22 بهمن، 16 آذر، 13 آبان و روز قدس و مناسبت هایی که متعلق به خود همین نظام حاکم بوده و سالها ازش برای تبلیغات استفاده میکنه، تنها یکی از جلوه های اعتراض مردم و بروز جنبش سبز هست، وگرنه جنبش سبز در زوایا و ابعاد مختلفی داره حرکت میکنه و اعتراضات خودشون رو بیان میکنن. اینکه حاکمیت مجبور میشه سایتی مثل جیمیل رو، یعنی ایمیل، جیمیل و حتی گوگل و بسیاری از سایت ها رو در واقع فیلتر بکنه، یک نمونه از نگرانی و وحشتی هست که خودشون دارن از ارتباط مردم با هم دیگه. ضمن این که در عمل هم در خیابان‌ها خب اومدن در واقع تدابیر رو اتخاذ کردن که از قبل 10,000 نیروی نظامی و انتظامی رو در میادین مختلف مستقر کردن. اینها همه تلاش هایی بوده که برای پس گرفتن مناسبت متعلق به خودشون دارن انجام میدن.